قالوا سواء علینا، وای جتنا نمیکنه، میگه برابر است بالای ما. او عستم لم تکن من الواعظین، نصیحت میکنی نمیکنی؟ خدا ای قدر دیجا چی کو بگو، بیجا تکلیف سری خود نکو، خود غم ننداز. ما مردمای هستیم که سخنی تو را اگر بگویم نگویی نمیپذیریم، ما نصیحت های تو را هیچ گوش نمیکنیم. این هذا الا خلق الاولین، یا عذاب یا قحط یا دین و مذهبی که تو بر ما بیان میکنی الا نیست ای مگر خلق الاولین، عادت اولیاسته. کدام عذاب که ما را میگی یا تکلیف میگی، در زمان سابق گردش های زمانه میشه، مردم گاهی خراب میشه، گاهی ما را از عذاب چی میترسانی؟ و ما نحن بمعذبین، ما نیستیم عذاب شدگیا. چرا؟ به خاطری که زندگی نمی زندگیست، بعد از اون نه حساب است نه کتاب، از خاطر عذاب مذاب کجاست؟ فکذبوا، نسبت دروغ کردن به هود علیه السلام، فهلکناهم، الله میگه ما هلاک کردیم شانه. این فی ذلک الآیه، ده هلاکت قوم هود علیه السلام درس عبرت است، نشانه قدرت الله متعال است. و ما کان اکثر المؤمنین، لیکن اکثریت از یا ایمان نمیاره. چرا ایمان نمیاره؟ در هر جای می قوم را الله متعال میگه که ایمان نمیاره، به خاطری که درس عبرت قلب چی را میخواه؟ بیداره، قلب زنده را میخواه. گوش چی را؟ شنوا را میخواه، که گوش شنوا داشته باشی، عقل سالم دکار پرتی، او وقت یک انسان عبرت میگیره. لیکن این مردم ها اسیر تقلید است. بگوی رواجای چی؟ کمرشکن پدرها، عنعنات و شیوه های چی؟ بگوی رسوا کننده، یا زیر اسیر اسارت از او آمده، آلی پرده ها هم در سری چشم آمده، هم در سری عقلشان. این گپا را پی نمیبره. و این ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا پروردگار تو زبردست ذات است، غالب است، هر اراده را که بکنه. الرحیم، رحم کننده است. کذبت ثمود المرسلین، نسبت دروغ ثمودیا کرد از کل پیغمبرها را. کل پیغمبرها خو نبود، یک پیغمبر تکذیب یک پیغمبر تکذیب کل پیغمبراست. اذ قال لهم اخوهم، در آن وقتی که گفت برایشان برادرشان صالح علیه السلام، الا تتقون، چرا شما خدا نگاه نمیکنه شرک؟ انی لکم رسول امین، ما برایتان پیغمبر با امانت هستم، هیچ نوع نقصانات در وحی الله متعال نمیکنم، یا است که امانت داری ما صلاحیتی ما برای شما واضح و معلوم دار است. فاتقوا الله، از الله بترس، شرک نکنه، و اطیعون، تابعداری مرا بکنه، تمام نظام الله را تطبیق شه، به تعلیم هدایت ما انجام بده. و ما اسألكم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین. اتترکون فیما هنا، چه گمان داری شما آیا گذاشته میشه فیما، در آن چیزی که هنا اینجاست، آمینین به امن، امی کشوفه شبی زرق و برق دنیا، امی خوردن نوشیدن، امی خواب کردن، امی عیش پرستی، امی طور میمانه. فی جنات و عیون، در باغا و چشما، و زروع و نخل، در کشتارها و درختای خرما، طلعها حضیم، که شگفی همی خرما، حضیم نرم و نازک است. و تنحتون من الجبال، شما تراش میکنی از کوها بیوتان خانه ها را، سموچا فارهین، در حالی که شما چیسته؟ ماهر هستی یک مانا، یا فارهین در حالی که شما نمایان کننده مهارت ها و قابلیت های تان هستی، یا فارهین در حالی که شما برای عیش پرستی اینطوری کارا را در کوها جور کردی، خانه را. فاتقوا الله و اطیعون، بترسی از الله متعال، عیش پرستی نکنی، از نعمت الله استفاده خوبه بکنی، درسته که نفع به مردم برسه. و اطیعون، و در تمام اعمال تابعداری ما را بکنی. ولا تطیعوا امر، شما اطاعت نکنی امر چی را؟ المسرفین، کسایی که اسراف میکنه. الله متعال 9 نفر از قومی کیست؟ صالح علیه السلام است، که او شطور میکشه، یک نفرش میکشه، لیکن دیگرها برش امرش راضی است. آل دیگه سه چیز الله منع میکنه. اول امر مسرفین، تابعداری نکنه فرمان مسرفین. مسرف کسی است که حد و حدود نظام الله را در نظر نمیگیره، از خاطر اسراف در عقیده میاد، در عمل میاد، در اخلاق میاد، در خرج و مصرف میاد، در کل چیزا اسراف میاد. پس کسایی که حد و حدود مراعات نمیکنه، اطاعت از وارا نکو. چرا؟ به خاطری که تو را خطا میکنه. یکی از جمله نافرمانی ها و معصیت الله این نیست که تو حد مراعات نمیکنی. الذين مردمان یفسدون فی الارض، که فساد میکنه در روی زمین، انواع فساد، فساد شرک، فساد عمل، فساد اخلاق. ولا یصلحون، اجنا و اصلاح نمیکنه، نه خود
نه در صدد دیگر است. قالوا گفتن انما انت من المسحرین، تو از جمله کسانی هستی که سرت سحر شده. اینجا مسحرین به معنای کسی که تلخه داشته باشه، هر وجودی که تلخه داشته باشه و خوراک و نوشاک میکنه. دیگه یا میگه انما انت من المسحرین، تو از جمله کسایی هستی که تلخه داری خوراک و نوشاک میکنی. وقتی که خوراک و نوشاک کردی مسلمان شدی یک بشر، ما انت الا بشر مثلنا، نیستی تو مگر یک بشر به مثل ماستی، ما چطور تابعداری تو را بکنیم. فاتی به آیت، بیار یک معجزه را، ان کنت من الصادقین، این قدر زیاد اصرار داری ما را آرام نمیمانی، خیر بیار یک معجزه را اگر راست میگی. قال هذه ناقة لها شرب، امو قسمی که وا تقاضای معجزه را کرده بود، امو رقم دعا شد صالح علیه السلام، از سنگ برآمد شتر، گفتی ناقة لها، خود دو شرط سرش گذاشت. این هذه ناقة، خو شتری است، لها شربون که برای از یا نوبت نوشیدن آب است، ولکم برای شما شرب یوم، نوبت نوشیدن آب یک روزی معلوم است، یک روز از مالای شما یک روز از شتری ما باشه، یکی خود نوبتش غرض نکنی. دوم ولا تمسوها بسوء، شما نرسانی بریزی کدام تکلیفه، فیاخذکم میگیره شما را عذاب یوم عظیم، عذاب روزی بزرگ، باز نمیمانی باقی. فعقروها، پس پای زدن امی شتره، یعنی اول پایش زدن، بعد از او چی قتل کردن، کشتن امی شتره. امو 9 نفره که زن وعده کرده بود، باز یک نفرش کشته، دیگرها خوش بودن به کشتن، از او خاطر نسبت به کلگی میشه. فاصبحوا نادمین، گشتن پشیمان. وقتی که شتره کشتن آمد، صالح علیه السلام به مردم گفت که مردم ها 3 روز بعد عذاب الله سرتان میآید. الله متعال اول یک دم گرمی را طور سخت کرد، آنقدر گرمی شدت گرفت که مردم ها فقط دهنشان باز که کمکی شمال شود. ناگهان از 3 روز بعد یک دانه ابری سیاه پیدا شد، مردم خوشحال دویده راهی بودند از زیرش که حالی باران میشه دیگه، گرمی ها از بین میره، خبر نبودن. آواز هیبتناک دمی ابر شد، یک دم مردم سری زانو افتاده و عذاب از بالا آمدن، در بدر خاک بسر شدن. خب پشیمان شد زمانی که صالح علیه السلام خبر داد، چون کذب و دروغ از او را ندیده بود. یک دم واچی شدن پسانا، البته نزدیک عذاب الله، یک کمی پشیمان شدن، لیکن رو پشیمانی فایده نداشت. از او خاطر الله میگه فاخذهم العذاب، گرفتوار عذاب. این فی ذلک الآیه، ده هلاکت قوم صالح علیه السلام نشانه عظیم قدرت الله متعال، درس عبرت. و ما کان اکثر المؤمنین و این ربک لهو العزیز الرحیم. کذبت قوم لوط المرسلین، نسبت دروغ کرد قوم لوط علیه السلام به پیغمبرا، یعنی لوط علیه السلام که نسبت تکذیب برای از برای کلگیست. اذ قال لهم اخوهم لوط، زمانی که گفتن برایشان برادرشان بدون کدام تمیز و فوق طلبی، لوط علیه السلام الا تتقون، آیا از شرک خدا نگاه نمیکنه؟ انی لکم رسول امین، من پیغمبر امین هستم برایتان، فاتقوا الله و اطیعون. ترجمه شده و ما اسالکم علیه من اجر نجر الا علی رب العالمین. اتاتون الذکران من العالمین، شما آمدن میکنی به مردا من العالمین، در بین مخلوقات، و تذرون مگذار ما آن چیزی را خلق لکم که الله پیدا کرده، لکم برای شما ربکم پروردگارتان، من ازواجکم از سرایتان، یعنی او قوت هایی که الله در وجودتان گذاشته، اشباع یا پورا کردن از او الله متعال در ذمه خود گرفت از راه حلال. حال پورا شدن غریزه جنسی شما توسط سرایتان میشه که در او حکمت های بزرگ الله گذاشته، سبب محبت است، سبب بقای نسل است. بسیار گپار الله متعال، بسیار حکمت ها را در او گذاشته. شما او راهایی که الله مقرر کرده او را میگذاری میروی، نعوذ بالله اغلام بازی یعنی لواطت بچه بازی میکنی. بل انتم قوم عادون، بلکه شما قومی خیلی از حد تجاوز کرده که کدام چیز الله حلال پیدا کرده او را میگذاره میره در پشت حرام، با او چیزی که خلاف فطرت انسانیت است. حتی یک انسان اگر فطرتش مسخ نشده باشه این کار نمیکنه. قالو گفتن لئن لم تنتهی، تو علیمیه خواهشات ما را مانع جور میشی، خواسته های ما را منع میکنی، ما تواری آدم کار نداریم، یا منع شو. لئن لم تنتهی، اگر تو منع نشدی یا لوط لتکونن من المخرجین، باز دهی قریه تو را ماندنی نیستیم، ما تواری مردم ها را دهی قریه کار نداریم که همیشه مانع خواسته های ما شوه. قال انی لعملکم، لوط علیه السلام میگه ما از عملتان من القالین، از جمله چیستم؟ دشمن استم، بیزار استم، یعنی بد و نفرت کننده استم این عمل شما را.
هر عمل که در قریه مردم میکنه بعد انسان همینطور اعلان بکنه که مردم همین کار غلط است، بعد از اینکه مردم نمیپذیره اعلان کنه که من این عمل شما را قطعا نفرت میکنم، همراهتان شریک نمیشم. کدام بدعتا که میشه بعد همین قسم انسان اعلان بکنه قطعشان شریک نشه. چرا که لوط علیه السلام عمل ازواره همینطور اعلان کرد پیش الله خو حجت شوه، به خاطری که هماهنگی و همراهی قطعی مردم در کارهای بدعت و ناروا دلیل چیست؟ رضامندی انسان میباشه و رضامندی بالای گناه است. از او خاطر انسان بعد اعلان بکنه رب نجنی و اهلی مما یعملون، یا الله نجات بده مرا و اهل و اولاد ما را از آن چیزی که مردم انجام میده. فنجینه، الله میگه ما نجات دادیم لوط علیه السلام و اهله اهلش اجمعین تمامیش، الا عجوزا مگر یک زن، فی الغابرین که در جمله باقی ماندگان عذاب بود، کسانی که عذاب شدن در اون جمله همون زنش بود. ثم دمرنا الاخرین، چرا که زنش جاسوسی کرده بود. بعد از اون ما خراب کردیم الاخرین، دمرنا از بیخ کندیم دیگرها را، یعنی قوم لوط علیه السلام. قوم مراد از قومش قوم دعوت نه قوم نسب. چرا؟ به خاطر که لوط علیه السلام خب بیادرزاده کی است؟ ابراهیم علیه السلام، پدرش هاران نام داشت، هاران ابن آزر. و امطرنا علیهم مطرا، ما بارانیدیم بالایشان، مطران باران یعنی باران سنگ. فساء مطر المنذرین، خیلی بد بود باران از او کسایی که بیم داده شده گویان بودن که قوم لوط علیه السلام است. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثر مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. کذب اصحاب الایکة المرسلین، صاحبان جنگل یام قوم شعیب علیه السلام است. پیغمبران را کلش تکذیب کرده، کلگی خو نبود. تکذیب یک پیغمبر مثلی که تکذیب کلی انبیاء علیهم السلام کرده باشه. اذ قال لهم شعیب لا تتقون، زمانی که شعیب علیه السلام برش میگه چرا خدا نگاه نمیکنی از شرک، یا چرا از عذاب الله خدا نگاه نمیکنی. انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. هر پیغمبر عمل کردی ناشایسته قوم خدا نشاندهی کرده، مردم از او منع کرده. هر پیغمبر. علما میتون مسئولیت داره زمانی که به قوم خود مراجعه میکنه، چیزایی که بدعت و شرک و نارواسته او را فقط انگشت گرفته بگویه که کارا را بس کنی. چرا که هر پیغمبر هم اعمال ناشایسته قوم خدا انگشت نما میکنه. اوفوا الکیل، شما پورا کنی پیمانه را، ولا تکونوا من المخسرین، نشوی از جمله کسایی که کم کننده باشه حقوق مردم. اینجا مخسر عام میگه، هر نوع حقوق مردم کوتاهی و کمی نکنه، پورا بده هر چیزه. وزنوا بالقسطاس المستقیم، تول کنی به یک ترازوی که بالکل درست و برابر باشه. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، در مخسرین مانا هم داره که خسارمند نشوی. چرا که تول اگر کم میده حتما خساره میکنی، اگر چی در ظاهر تو فایده فکر میکنی در حقیقت چی هسته؟ خساره است. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ندی کم ندی مردم چیزایشان. ولا تعثوا فی الارض، نگردی به طریق دوام در روی زمین مفسدین، فساد پیشه. کلی کارایتان غیر از فساد. طول شما کم بده، حق مردم رعایت نمیکنی، چیسته دیگه ترازو را رعایت نمیکنی، حقوق مردم تلف میکنی، یک دم فساد است. واتقوا الذی خلقکم، بترسی از ذاتی که شما را پیدا کرده، والجبلة الاولین، و مخلوق سابقه را. قالوا، گفتن قوم شعیب علیه السلام، انما انت من المسحرین، تو از جمله سحر شدگی هستی، یا از جمله کسایی هستی که تلخه داری، خوردن نوشیدن میکنی. و ما انت الا بشر مثلنا، یک انسان هستی و مثل ما. و این نظنک لمن الکاذبین، ما یقین گمان داریم که تو دروغگوی هستی. این گپا را وحی نیست، تو گفته رایست از جان خود، میخوای کلان تراشی کنی، خدا ملک ثابت کنی. فاسقط علینا کسفا من السماء، اگر تو میگی که نه ما وحی آوردیم از جانب الله متعال، در صورتی که ما مخالفت میکنیم و تو یک دره ما را میترسانی که عذاب آمده نیست، دره ما عذابه. فاسقط، ساقط کو علینا بالای ما کسفا، پاره من السماء، از آسمان. این کنت من الصادقین، اگر تو راست میگی. قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیه السلام دعا کرده پروردگار من میدانم با آن چیزی که، قال ربی گفت که پروردگار من خوب میدانم با آن چیزی که شما عمل میکنی. عذاب آوردن در اختیار من است، حالات و کردارهای شما به الله متعال معلوم است. اگر او عذاب روان میکنه نمیکنه کاری من است، اختیاری من است. پیغمبر شما اختیاردار جور نکنه، پیغمبر دعوتگر است. نه آوردن عذاب در اختیارش است نه تاریخش، الله میدانه کارش.
فکذبوه پس نسبت دروغ کرد به شعیب علیه السلام کلشان. فاخذهم عذاب یوم الذله گرفتیار عذاب روزی که صاحبان ابر یاره فرا گرفته بود او یا در زیر ابر دویده روی بودن که حالی باران میشه. پیشتر گفتم که الله متعال کسی را هلاک میکنه اسباب طوری پیدا میکنه که در جای هلاکت خدا بسیار به دوان خدا میرسانه. انه کان عذاب یوم عظیم یقینا بود عذاب روزی خیلی بزرگ. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم و انه لتنزیل رب العالمین. بیان کتاب الله متعال ترغیب به سوی قرآن. داستانای انبیا علیهم السلام بیان شد. تمام سرنوشت اقوام بر ما واضح شد. نجات کی یافته هلاک کی شده. مبارزه انبیا علیهم السلام با کدام سیستم بوده. اول مبارزه چی را کرده. دعوت چی را داده. مردم چی جوابا کرده و چی گپاده برابر انبیا علیهم السلام گفته. کلش بر ما نمایان شد. امروز اگر شمارای توحید الله را در پیش میگیره کدام سخنه که قوما در زمان سابق به پیغمبرها کرده برای شما مردم میکنه. نام سرطان میمانه. شما را بیعقل مجنون دیوانه میگه. آخرش تهدید هم میکنه. از قریه هم میکشه تا قطع تعلقه و رابطه و قومیداری را هم قطع میکنه. کلی گپاسته. آخرش هم میگه که لط کنشه نمانشه. الله متعال میگه و انه لتنزیل رب العالمین. قرآن کریم نازل شده از جانب پروردگار مخلوقات است. تنزیل مصدر به معنای مفعول است. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. سند بیان میکنه. سند از کی آمده قرآن کریم؟ ای اعلای سند است. اعلا سند آخری سند است. اعلای سند. انه قرآن کریم لتنزیل نازل شده من نازل شده رب العالمین پروردگار مخلوقات است. وسط سند کی قرار داره. نزل به الروح الامین آورده او را جبرئیل امین که مکمل ضمانت کار گرفته یک چیز زیاد کم نکرده. آخری سند بالای کی آمده؟ علا قلبک بالای قلب تو. مضمون و مطلب قرآن در قلب تو جا گرفت. لتکون من المنذرین که تو شوی از جمله کسایی که به شفقت و کمال دلسوزی مردم بیم بدی از آمدن عذاب. اینا بلسان عربی مبین آمده نازل شده قرآن کریم به زبان عربی که بالکل آشکار است. فصاحت بلاغت قرآن کریم همه گپایش. و انه یقینا قرآن کریم لفی زبور اولین. خبر قرآن کریم یک مانا. و انه یقینا تصدیق قرآن کریم لفی زبور الاولین در کتابای سابق است. و انه مضمون محتوای قرآن کریم که دعوت به سوی توحید الله بود لفی زبور الاولین در کتابای سابقه هم بوده. برنامه قرآن مخالف با برنامه کتابای سابقه نیست. یا است که قرآن همون کتابی است که بشارتش توسط کتابای سابقه هم داده شده. یا است که خبر قرآن کریم در کتابای سابقه آمده. کلی معناها درست است. تصدیقش در دیگه کتاب است. اولم یکن لهم آیتن. آیا نیست برای از یا آیتن مثال حقانیت قرآن برشان واضح شود. امید دلیل برشان کفایت نمیکنه. ایعلمه علماء بنی اسرائیل که خبر بده که میدانه صداقت قرآن کریم یا چیست حقانیت قرآن کریم. علماء بنی اسرائیل مثل عبدالله ابن سلام، ورقه ابن نوفل، سلمان فارسی رضی الله عنهم. چرا این مردم در شک و تردد هستند در مورد قرآن کریم؟ علماء اهل کتاب یا سوال کردن تصدیقش و بیان کرد بازم یا قبول نداره. ولو نزلنا على بعض العجمین. اگر ما فرو بفرستیم قرآن کریم الله بعضی بالای بعضی عجمی ها یعنی عربی نباشه فقرهو بخونه می عجمی علیهم بالایشان بالای می عربا ما کانو به مؤمنین نیستن که ایمان بیاره. چرا؟ به خاطر که میگه که کلام عجبی است ما عربی استیم نمیفهمیم مطلب محتوایشه. حالی که باز لسان عربی روان کردیم که هیچ نوع بانه عذر برایشون باقی نمانده. حالی دیگه چرا قبول نمیکنه؟ پس معلوم شد که هرگاه فهمید حقیقت قرآن کریمه در اصل واقعیت قرآن هم چیسته خبری صدقشه اعجازشه تمامی گپایش میدانه میفهمه. لیکن از روی عناد و ضد و حسد دیره قبول نمیکنه. او کسی که عناد و ضد و حسد داره این پرده و مانع بسیار بزرگ در راه چیست؟ حقیقت جویی. حقیقت جسته نمیتونه. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین. اینمی رقم می تکذیب و انکار از قرآن کریم از دعوتای انبیاء علیهم السلامی را داخل کردیم در قلبای مردمای گناهگار.
آیت بر ما دلیل واضح است. هر کسی گناه میکنه دیگه هم اثر خیلی ناگوار سرش مرتب میشه. اگر نیکی میکنی اثر خوب سرش مرتب میشه. زیاد گناه که میکنی مجرم جرم میشی. در سر دلت پرده های چی؟ ضد، عناد، محبت دنیا، متاع دنیا، محبت گناه، این پرده ها جور میشه. حقیقت درک کرده باز نمیتونی. لا یؤمنون به ایمان نمیاره سری قرآن کریم حتی یروا العذاب الالم، تا که عذاب دردناک ببینه باز بدانه. فیاتیهم عذاب دردناک میاد بغتة، پیش خبر نمیکنه که توبه بکشه. خیر چی وقت؟ و هم لا یشعرون، در حالی که شعور نداره. فیقول هل نحن منذرون، باز میگه در وقت که آیا هست برای ما که انتظار برای ما داده شوه. افا بعذابنا یستعجلون، آیا به عذابای ما یا عجله داره، به شتاب طلب میکنه. چرا اینقدر جرأت پیدا کرده؟ مقابله میتونه چی؟ افرأیت ان متعناهم سنین، خبر بده من اگر من نفع بدم یاره چندین سال. ثم جاءهم بعد از بیا برشان ما همون عذاب کانو که بودن یوعدون، امرشان وعده شده بود. دیگه چطور این مال دارایی که سالا جمع کرده میتونه عذاب دفع کرده؟ سالا یارم منفعت دادیم در دنیا مانده میشه.